با سلام به همه عزیزانی که عاشق دانایی و زیبایی هستند. من حامدم و اومدم تا از رمز و رازهایی که در دل چاپ هر اسکناس نهفته است براتون بگم. امروز داستان اسکناس 5 سن ژاپن معروف به سامورایی. امپراتوری ژاپن در دوره میجی به اوج قدرت خود رسیده بود. در اوایل قرن 20 شبه جزیره کره و سپس در دهه 1930 منچوری چین و در طی جنگ جهانی دوم جنوب شرق آسیا و شمال اقیانوسیه را تصرف کرد. سرانجام در سال 1945 با شکست در جنگ جهانی به مدت 7 سال مستعمره آمریکا شد و در سال 1952 و طی معاهده سانفرانسیسکو به استقلال دست یافت. گرچه هنوز نیروهای نظامی آمریکا به بهانه ایجاد امنیت در برابر کره شمالی در این کشور حضور دارند. اسکناس 5 سن که کوچکترین رقم اسکناس ژاپن بود، فقط طی سال 1944 تا سال 1948 چاپ شد. بعد از تهاجم ژاپن به منچوری، 5 سن از سال 1933 تا 1938 سکه نیکل بود. سپس به دلیل کمبود فلز، البته به علت مصرف در ساخت تجهیزات نظامی، از سال 1938 تا 1944 با جنس آلومینیوم برنز و در نهایت در سال 1944 با جنس قل ضرب گردید. با شدت گرفتن جنگ در سال 1944 بانک ژاپن مجبور شد رقم 5 سن به صورت اسکناس و با تصویر سامورایی کوسونوکی ماساشیکه صادر کنه. بعد از جنگ اسکناس 5 سن به علت تورم و کاهش ارزش ین ژاپن مجددا در سال 1948 با شکوفه درخت زردآلوی ژاپنی چاپ شد. این درخت محبوب در فرهنگ ژاپن نماد امید به آینده و گذر از مراحل سخته. سرانجام در سال 1953 همه اسکناس های 5 و 10 سن با سکه جایگزین و از گردونه مصرف خارج شد. اسکناس 5 سن به سامورایی معروفه، زیرا بر روی آن تصویر کوسونوکی ماساشیکه، جنگجو و فرمانده متبحر و نظامی وفادار در دوره امپراتوری گودایکو درج شده. چاپ این اسکناس در سال 1944 همزمان با دوره انتهای جنگ جهانی دوم و آشکار شدن نشانه‌های شکست نیروهای دولت محور بود. بالا بردن حس ملی‌گرایی، مبارزه تا پای جان و ایثار از دلایل مهم صدور این اسکناس بود. و دقیقاً در اینجا بود که کوسونوکی ماساشیکه به عنوان الگوی یک رعیت وفادار وارد تاریخ ژاپن شد. نحوه مرگ ماساشیکه به صورت خودکشی هاراگیری بعد از محاصره و شکست یادآور فداکاری واحدهای کامیکازه در ژاپن و ادای احترام و تأکید بر مبارزه تا لحظه آخر به مردم ژاپن بود. کامیکازه نوعی خودکشی قهرمانانه محسوب میشد که در فرهنگ ژاپن به هاراگیری معروفه. شباهت مرگ سامورایی ماساشیکه و خلبانان کامیکازه باعث شد که بانک امپراتوری ژاپن در سال 1944 این اسکناس رو طراحی و چاپ کنه. ممنون که وقت گذاشتین و به این ماجرا گوش دادین. اگر از داستان این اسکناس زیبا خوشتون اومد، لطفاً با لایک کردن و گذاشتن کامنت از من و ادامه این راه حمایت کنین. پایدار باشین. سپاس.